أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فأنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله مولانا الكريم. حضار گران قدر، السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. عنوان امروز ما، چون چندین بخش را می‌خواستیم صحبت کنیم، مثل عید قربان دمی روی است. قربانی از یک طرف، حج از یک طرف، کمک به فقرا از یک طرف، و حالت عجیب و غریب دنیای اسلام از یک طرف، خصوصا بسته شدن دروازه های مسجد بیت المقدس و دوباره باز شدنش از یک طرف. به او خاطر عنوان گذاشتیم امروز: از هر چمن سمنی، یعنی از هر باغ یک گل، از هر باغی از دین یک تا گل میچینیم. مثلا نماز یک گل است، روزه یک گل است، درود شریف، قرآن کریم یک گل است، اشک دیده، سخاوت و صدقه یک گل است، ذکر و شبخیزی یک گل است، دعوت و جهاد دو تا گل بزرگ دیگر است، سیاست اسلامی را متوجه بودن، فکر اسلامی را متوجه بودن یک گل دیگر است. خب البته نمیشه که همه گل ها را ما بگوییم، یکی دو سه از این گل ها را یاد بکنیم، روز ما پوره میشه، ساعت ما پوره میشه. هدف اصلی ما این است که یک کمی نزدیک شویم به حضرت خداوند تبارک و تعالی. تبلیغ کردن، نصیحت کردن، تبلیغ شنیدن و نصیحت شنیدن یک بندگی است، یک ثواب است، یک عبادت است، یک اطاعت است و تأسیس است از سنت جناب رهبر معزز و محبوب ما، جناب رسول کریم صلی الله علیه وسلم. ما خود دیگر آوری نیستیم که هر کسی را رهبر بگوییم، هر روی شسته و ناشسته را. نه، رهبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. و این سخن گفتن و سخن شنیدنم سنت حضرت جناب رسول کریم صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم است. پس عنوان گذاشتیم که از هر چمن سمنی. البته کسایی که میفهمن، اگر نمیفهمن سمن به سین نوشته میشه، یگان جای به ث نوشته میکنن، ثا. سمنی به ث یا به ثا بوت را میگن، بوت. او را منظور ما نیست. سمن به سین گل سیبرگ را میگن، فارسیش گل سیبرگ یعنی گل. از هر چمنی از دین یک سمنی میگیریم. البته ما و شما انشاءالله مردمی نیکبخت هستیم، بگوین الحمدلله. ما در باغ دل ما بسیاری از این نهال‌ها را الله همکاری کرده، ما و شما شاندیم. ما و شما نهال‌های زیادی را، گل‌های زیادی را شاندیم. البته بعضی از نهال‌های ما و شما پژمرده شده، اما بعضش تر و تازه است.
چون باغبانای لایق نیستیم، خشاور یاد نداریم، متوجه گلای خود نمیشیم. گل ما را گاهی طوفان و گاهی آب و گاهی هم چیزهای خورنده میگیره و میشکنه و میبره و میده میکنه، ولی ما و شما بیدار نشدیم. الله ما و شما را بیدار بگردانه. هر عبادت یک گل است و ما هم در اول خواندم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما خلق نکردیم جنیات را و انسانها را، الله ذوالجلال میگه، مگر به خاطر چی خلق کردیم؟ عبادت. البته همه عبادت ها که یک جای شوند نامش میشه معرفت خداوند. الله را که بشناسی دلت نمیشه که از او دور شوی. کسی را که دوست داشته باشی میتونی از او دور شوی؟ چه قسم از خدا دور میشه آدم؟ گناه که کنه، معصیت کنه، اون چی که الله جل جلاله ناراض است او را انجام بده، آدم از خداوند دور میشده. و کارهایی که انسان را به الله نزدیک میکنه و خودش هم در قرآن گفته در چندین جای که اینی کارها انسان را به ما الله گفته نزدیک میکنه. مثلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله یحب التوابین و یحب المحسنین. کسی را که الله دوست داشت با او هست. چرا در جاهای دیگری میگه که مثلا در مورد صبر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والله ان الله مع الصابرین. خداوند همراهی کی است؟ صابرها هست. چی صابران در طاعت، چی صابران در معصیت، چی صابران در مصیبت. ولی همین سخن گفتن یا شنیدن صبر میخواه که آدم دقیق گوش بکنه. صبر میخواه. وقتی اگر دقیق گوش کردی الله با شماست. بگوین جل جلاله. یا در جای دیگری حضرت دوست جل جلاله می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله مع الذین اتقوا ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. خداوند به همراه اهل تقوا هست. تقوا کو خدا با تو زور کس به تو میرسه؟ اگر ملت خواب برده ما بیدار شویم و تقوا کنیم آیا قدرتی پیدا میشه که زورش به ما برسه؟ پس چرا ما ضعیف شدیم و در بدر شدیم و شکسته شدیم و فقیر شدیم و کافرها سر ما آمد و شیاطین سر ما آمد و ما را هر لحظه ذلیل میسازن؟ ما تقوا نکردیم. خدا ما شما را با تقوا بگردانه. ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. و الله به همراه آنهایی است که البته کمک الله، رحمت الله، دوستی الله، نجات دادن الله، دادن الله، گرفتن الله، بدیها را از دوستایش. همگی این زیبایی هایی که صفاتی که مربوط الله هست به بنده میرسه که او بنده تقوا کرده و او بنده نیکویی نموده است. خدا ما شما را اهل تقوا بگردانه. پس هر کدام این صفات انسانی یک تا گل است و هر کدام این صفات اسلامی یک تا گل است و ما لایق زور خود از یکی دو سه چهار پنجش امروز گپ زده میریم. مثل که تا این دم اینا تقریبا 10 دقیقه گذشت ما یک تعدادی از گلا را گفتیم اگر شما متوجه شده باشید. نماز یک گل است. آیا پیامبر علیه السلام چیزی در مورد گل بودن این عبادت گفته؟ بله گفته. بگوین الله اکبر. مثلا حضرت رسول کریم نه تو این درود شریف یک گل دیگه است، نه باید بلند بخوانید، زمزمه کنید. زمزمه یک بار دیگه هم صلی الله واه واه بوی درود رسول الله صلی الله علیه و سلم. فضا را معطر بسازیم، گلستان بگرداریم، در باغ و بوستانم دیگر مخوان معینی. پیشتر یک جوان گفت که ما یک چند تا جوانات میریم در یک باغ، همراه ما میریم. ما گفتیم شما جوانا بیاین در باغ ما
که امروز عنوان ما باغ است. از هر چمن سمنی. او جوان شاید آمده باشه گفت صحیح است، باز بعد از نماز با ما میرم. گفتم بعد از نماز ما باز با شما میرم. بله شما در باغ ما بیاین، ما به باغ شما میرم. وعده کردیم برشان ان شاء الله زنده باشیم میریم همراهشان. اونا اقتدارشان رفته بودن خود طالع نکردن. اقتدارشان که درا بودن و ما سر راهشان آمدم. مولوی صاحب چکر باغ نماز ما همونجا باز میخوانیم. تو خیر ببینی که میخوانی. آفرین. اما ما در باغ ما امروز چند تا گلا را تعریف میکنیم. اگر شما میین در باغ ما بیاین یک باغ ما ببینین باغ ما چگونه است. در باغ و بوستانم حضرت معین الدین چشتی رحمت الله علیه در باغ و بوستانم دیگر مخوان معینی، باغم بس است قرآن، بستان ما محمد رسول الله. آفرین. یک دفعه دیگه هم گفته مردم عوام نقص نمیکنین. درود شریف خوانده نقص نمیکنین. اگر گفت نقص کردی نقصت از ما فایدهش از تو. اگر گیرم نقص کردی نقص نمیکنی. بگو بلند صلی الله علیه وسلم. در یک جای نقص میکنین. کسی خواب است، کسی نماز میخواند، بلند قرآن بخونی، بلند ذکر کنی، بلند درود شریف بخونی، به اون مزاحمت میشه، به اونجا ممانعت. اما اینجا نه کسی نفل میخونه و نه کسی مصروف کاری دیگری است و نه کسی در خواب است که ما رو مزاحمت کنیم. پس یک گل دیگه هم بخلانین. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم گفتن که فرتعوا فی ریاض الجنه. و گفتیم که بیا که اثبات کرده میتونیم ایمان خدا یا نه. فرتعوا فی ریاض الجنه، شما بچرین در باغای جنت. صحابه پرسان کرد و ما ریاض الجنه یا رسول الله، این باغ گلستان در کجاست؟ در دنیا جنت خب بعداً میریم بخیر انشاءالله. اگر بریم که انشاءالله میریم، اما با انشاءالله میریم. انشاءالله معناش چی؟ اگر الله خواست میریم انشاءالله. خداوند ما شما را اهل جنت بگردانه. یک صحابه پرسان کرد و ما ریاض الجنه، جنت خب بعداً میریم انشاءالله. در دنیا گفتین شما با باغای جنت بچرین. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که بله. و ما ریاض الجنه، باغ جنت کجاست؟ چیست؟ حلق الذکر، حلقه های یاد خدا. باغ جنت است. بگوین الله اکبر. و امام غزالی رحمه الله در احیایشان حدیث مبارک دیگر نوشتن. یک مثال دیگری در حدیث در همین باغ جنت دادن. پیغمبر علیه السلام گفت با باغای جنت بچرین. باغای جنت چیست؟ در حدیث دیگری رسول الله علیه السلام گفت المساجد. المساجد، مسجد باغ جنت است. خداوند ما و شما را به حال فعلا به باغ جنت شانده. خداوند ما را از این باغای جنت دور نگردانه. پس هر عبادت گلی از باغ جنت است. یا رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن هر کس بوه سبحان الله بگین سبحان الله، همو دقیقه برش در جنت یک درخت میخلانند. بگوین الله اکبر. یک دفعه گفته یک درخت کنی مانی، درخت جنت ساقایش از نقره است، برگای سبحان الله، گوشای فیل وری. خدا ما شما رو به اوجه برسانه. انارش برابر دول چا، انار جنت برابر دلو چا، و در هر انار نوشته است محمد صلی الله علیه و آله و سلم. دنیا کشتگاه آخرت است. دنیا کشتگاه آخرت است. و این گفتیم که قربانی به خیر نه نزدیک است. حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم فرمودند که قبل از این که تو قربانی را ذبح میکنی، قبل از این که خونش به زمین بغلطه، اگر از مال حلال باشه و به اخلاص قربانی کرده باشی، چون خداوند میفرماید انما یتقبل الله من المتقین.
خداوند قبول میکنه عمل متقی ها را. اگر این طور شد که انشاءالله این طور شود از ما و شما، رسول الله آفرین یک بار دیگه هم صلی الله علیه و سلم. چقدر درخت های ما از درود شریف زیاد باشه در اوجه ها، درخت های زیادی سوس بیزنه جنت. دیدین؟ نه میریم بخیر انشاءالله. و الله بر ما وعده کرده ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آنانی که ایمان آوردن. الله به ما ایمان در وقت جان کندن هم نصیب کنه، آمین بگوین. و عمل صالح کرده به جنت های داخل میکنیم که در زیرش نهرها جاریش، بگوین الله اکبر. اونمون نهرها را، او گلها را، او میوه ها را کی شانده؟ تو شاندی. عمل کردی در دنیا، در جنت برای درخت جور شد. نماز علایده باغ داریده به نام نماز، روزه علایده باغ است، درخت است، کلش از روزه هایت است. الله قبول کرده باشه. یگان کجی و کوجیشه کپ و کپیشه، او ذات مهربان و کریم است، میگیره انشاءالله. اگر او با ما تو حساب کنه و کتاب کنه، الله اکبر. حدیث صحیح بخاری جلد دوم، جناب محمد مصطفی علیه السلام فرمود اگر الله حساب کنه حتی محمد تیر شده نمیتونه. الله اکبر، الله اکبر. رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت حتی من نمیتونم، ولی بر رحمتش الله ما را میبره جنت. پس جوانان عزیز، از این گلا بچینین، از این گلا بگیرین، از این گلا بخلانیم. اگر تا نخلاندیم، ولی ما باور دارم که شما خلاندین ولی آبش ندادین. نماز میخوانین گاهی بله گاهی نه، یا نماز میخوانیم همیشه نماز کلپر میکنیم. روزه میگیریم، یک روزه ناقص خلاندیم، گل روزه را خلاندیم ولی آبش ندادیم، خارایش قطع نکردیم. خاری نماز روزه چی است؟ مفسدات نماز، یا چیزهایی که سبب بشه نماز قبول نشه، خارش است. خارش خشاوت کو. حضرت مولانا رحمه الله میفرمایند که اگر تو خارهای عملت خشاوه نکنی، باز درختت کلان میشه، بعد زورت نمیرسه که خشاوه کنی. درخت که کلان شد، هر طرف شمخار برآمدم نمیتونی، چه قسم باز خشاوه میکنی؟ ادعای از کسانی هستند که 60 و 70 و 80 یک قسم در درون خونش چرس و نسوار و سیگرت و هیروئین داخل شده که ولی میخواد توبه کنه اما نمیتونه. مشکل است نه؟ باز ما نمیگیم که نمیتونه، بگوین میتونه انشاءالله. ما دیروز همین نماز جمعه دیروز که خواندیم با برآمدیم، یک کاکوری سفید آمد السلام علیکم. او ببخشین که تمثیل کردم، او هم به همین قسمه که ما گفتم و علیکم السلام. کاکا چرا تو السلام علیکم میگی؟ سلام خصین است. السلام علیکم قصدن میفهمی چرا گفته؟ دانش نسوار است، او خاطر گفته. مورش من نسوار است. گفتم خیر بسیار شما را دوست دارم. مرا میگه گفتم راستی مرا دوست داری؟ بله. خاطر کی دوست داری مرا؟ برای الله. گفتم خیر نسوار من دوست ندارم، نسوار الله دوست نداره، محمد مصطفی دوست نداره. بگوین الله اکبر. چرا دوست نداره؟ نگاه کردن جان چی است؟ فرض. پس کسی که سیگرت میزنه چی میکنه؟ ترک فرض. میکشه سیگرت. دکترها رو شما پرسان کنید اگر باورتان نمیازمه، برین دکتر صاحب رو پرسان کنید. نسوار، سیگرت، چرس کشنده است، عمر میزنه، سرطان خون پیدا میشه، انتحاری او دو برابر اردش یک چیز است. بگوین الله اکبر. خودکشی است، یعنی خودکشی است، خودش انتحار است، خودکشی است، خودش کشته رایست. ما جم خیلی کاکا جان نسوار تا توف کرد. پس آمد تو مینال ما تو رفیق شدیم، دائمی توف کردی یا امیالی؟ طرف من نگاه دارم، گفتم نه دائمی توف کو، قول بته الله کمکت میکنه، الله حمایتت میکنه. من گناهگار برات دعا میکنم که الله تو را غیرت بده که دیگر نگیری. از شما میرقم است انشاءالله.
این اگر شما اینمی کار امروز در بینتان سیگرت میزده باشین، هیروئین میزده باشین، شراب میکشیده باشین، نسوار میزده باشین، خدای نخواسته ولی یک بلای دیگه برآمده به نام قیلون، الله اکبر، خطرناکتر از ترس است. سابقا میگفتن آب میوه است، آب میوه رو چی میکنی؟ برو از دکترها پرسان کو، برو از دکترهای فرانسه بپرس. اگر از من مولا باور نداری که مولا رو به این گپا چی به صفحه ما برید، ما خوب معلومات دادیم در اونجا در مورد قیلون. یکی نوشته بود که مولوی صاحب تو رو در این گپا چی در مورد ضرر قیلون تو چرا معلومات میدی؟ فکر میکنه که علمای دین هیچ گپ باید جز دین نفهمند، فقط نماز روزه پیش نرند به اون طرف، در حالی که این دین ما کامل و جامع است. الیوم اکملت لکم دینکم. قرآن میگه که دینت تکمیل کردم ای محمد مصطفی، زمزمه کنین صلی الله علیه وسلم. پس اگر اینمی خورا را اول بکنین باز باغتان شفاف میشه. میکنین برادر محترم؟ من میگم که دی بین نیست. او یگان مولوی صاحب به خاطر که خفه نشه میگه که این مقتدیای ما، شاگردای ما، شنوندای ما، استادای ما، پدرای ما اینا از اون مردما نیست. ولی من چی میگم؟ نصف اینمی رفیقای ما کلش از همین مردما هست. او در یک باغ قمار میذاره چند سال پیش، این باغ مزار شریف. ما در شهر مزار شریف مثل سایر ولایت ها قماربازا زیاد داره، خداوند توفیقشان بده. باز یکی به دیگه قمار میذاره سر کمپل قمار، یکی از کسیتای مرا باز چالان میکنه یکیش. و بچه تو چی میکنی؟ والا همین آدم خوش ما میاد. چرا؟ خوش ما میاد. خوب رو همین مولای قماربازا میگیم خیر. و یکی به دیگهش میگه استغفر الله. خوش تو میخوای گوش کنی گپش دیگه. خب هم قطع‌بازی میکنیم هم گوش میکنیم. و یکی به دیگهش میگه خب گوش کو سیست. گوش میکنه والا بچهای تو واره نمیکنه. یکی به دیگه میگه یا قمار یا سخنی این به عالم بیچاره. میگن خوب بیاین اول خمیر گوش میکنیم. این آدم خیلی زیرک بوده ها. دفعتا همو ایسی که در مورد قمار است الله اکبر. یسألونک عن الخمر والمیسر. از زمین شروع میمونه برش. یک بار کمپلکا را قاط میکنن و آیسته آیسته میان طرف ما و شما بگوین الله اکبر. این ایره میگن خشاوه. خداوند ما و شما را اهل خشاوه بگردانه، ما را باغبان بگردانه که ما در دلای خود کشت کنیم و این کشت را الله ذوالجلال چه زیبا تشریح میکنه. بگوین الله اکبر. مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. اما مولای صاحب تنها میره دمی چیز میبرن باز که صدقه نه و این آیه در مورد صدقه است، اما نه تنها صدقه ظاهری و کشت ظاهری و گندم ظاهری بلکه هر عمل صالح. محمد مصطفی میگه بگوین صلی الله علیه وسلم کل معروف صدقه. هر کار نیک چه است؟ صدقه است. و حضرت ذات ذوالجلال چی میگه؟ کسی که یک صدقه میکنه، یک عمل ثواب میکنه، 700 خوشه میکنه، 7 خوشه میکنه و هر خوشه 100 دانه داره. مجموعاً چند میشه؟ 700. بیاین برادرای محترم که کشت کنیم. اگر کشت کردیم آبش بتیم، خشاوهش کنیم، اصلاحش کنیم، درستش بسازیم. میدانین بعضی اعمالی است که با کردنش گناه میشه. حتی نماز خوندن چی است؟ بعض نماز هاست گناه داره. میفهمین؟ جناب رسول کریم میگه صلی الله علیه وسلم، بگوین صلی الله علیه وسلم، نماز کسی که مقبول دربار الله نگرده، یعنی نماز درست نخوانه، نماز میره به آسمان ها و رد دروازه الله کریم میگرده، دوباره میآیه او بر رویش زده میشه و در روز قیامت و بال جان این نمازخوان میگرده. بگوین استغفر الله. فکرتان بگیرین که قرآن هم در این مورد میگه وویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. هلاکت باد، کنده از کنده های دوزخ برای اون نمازخوانانی که نماز میخوانند اما از نمازش غافل است. تن درونی نماز و دل بیرون. برو که نمیری. تن درونی نماز و دل بیرون.
پس بیاین که اگر نماز خوان هستیم بعد از این درست نماز بخوانیم، اگر قرآن خوان هستیم بعد از این قرآن خواندن سبحان الله هم تلاوت قرآن هم یک گل معنوی خداوند برای ما و شما نصیب بکنه. اگر قربانی میکنیم برای الله تبارک و تعالی، برای الله، نیت گوشت نباشه، نیت پوست و گوشت نباشه، نیت نام و نشان نباشه. بیاین که یکی از مهمترین درختی که همه درخت‌ها را سایه میته، مهمترین درختی که سبب زیبایی همه درختای باغ ما میشه، اون فقط و فقط اخلاص است. کار به خاطر کی؟ الله. شما گاهی مندهی رفتین، چکه خریدین، مسکه خریدین، روغن خریدین، خالص میخرین یا ناخالص؟ بله؟ اصل میخرین یا بدل؟ فلهذا وقتی برای نان ظاهری ما به خاطر که ما را مریض نکنه و قوت جان ما شوه، غذای پاک و خالص، شیر و مسکه و چکه و رومی و هرچی که باشه، روغن و غیره، اصلش و خالصش میخریم. چرا در عمل معنوی ما که غذای معنوی است باز بدل کار میکنیم، چپه کار میکنیم، طرف شیطان و نفس و هوا و خوشی مردم میریم که 99% ما میریم. این بخیر مراسم حج است. خداوند شما را حج ببره. هر کس آمین گفت را اول ببره. او کس که نگو او چی میگه؟ حالی من زن ندارم مرا حج دعا میکنه، او به او خاطر آمین نمیگه. این مست مانده، من پیسه ندارم، این مرا میگه حج برو. او بچه پیسه دادن تعلق نداره. 4 بار الله منی گناهگار برد، کاش که امسال هم ببره و هر سال ببره. آمین بگوین. پیسه ندارم، الله میفهمه اگر مردم نمیدانند، ولی الله ببره بگوین الله اکبر. اما این حاجی صاحب محترم که حج میکنه و در اونجا گلهای عشق را میکاره، درختای اخلاص را میکاره، درختای طواف را میکاره، درختای ذکر را میکاره، درختی در عرفات سبحان الله همه کفن پوشان و سفید پوشان، سر برهنگان و پا برهنگان و الله گویان و عرش خداوند را در لرزه آورندگانند. اما نباید به خاطر یک جای نماز حج خود خراب کنه، به خاطر دادن و ندادن یک جای نماز که مردم بگویه که حاجی صاحب جای نماز نداد بر ما، حاجی صاحب همو قبول داشت که پول حج تکمیل کرد، جای نماز نداد. ای حاجی نیستی، ای حاجی صاحب مصرف نکو. ما میگم برات اگر میخواهی که باغهای بیت الله شریفت 100 نوع عبادت در اوجا میکنی، ذکر و قرآن و طواف و گریه و توبه و اقه گریه میکنی، اقه فقان میکنی، اگر همش قبول شوه فقط اخلاص در کار است. چی در کار است؟ اخلاص. او را میگن که حج به خاطر الله تبارک و تعالی. اگر داره صدقه میته، جای نماز میته، بخشش میته، خیرات میته، توفه میته، توشه میته، هدفش هم این نیست، هیچ ممانعت هم نداره بگوین الله اکبر. ولی به شرطی که خانه های فقیرا را هم، خانه های غریبا را هم، خانه های یتیما را هم قبل از رفتن حجش خبر گرفته باشه. در راه خدا 2 کعبه آمد حاصل، یک کعبه صورت و یکی کعبه دل. تا می توانی زیارت دلها کن، کفزون زی 1000 کعبه آمد یک دل کراچیوار، دل سائل، دل مزدورکاران سر چوک شهر ما. برو مصاحبه بگیر. آقای ژورنالیست، تو که همیشه از وزیر و وکیل و رئیس مصاحبه میگیری، برو از مرد کار که سر چوک استاده و تا 9 بجه
برش کار پیدا نشده از او بپرس که شب چه خورد، و از او بپرس که چند تا دختر و پسر داری. 7 و 8 و 9 و 10. آقای تاجر، آقای قربانی کننده، آقای حضرت حاجی که من هم در این لیست هستم، یک بار سری به باغستان مردی کار بازار بزن، سری به خانه معلم فقیر بزن، سری به خانه متعلم بیچاره بزن. ما بعضی کورس ها دارم، شخصا خود من بعضی مدرسه ها دارم، کسایی می آین بسیاری ها عشق می ریزن، دل ما میشه قرآن بیاد بگیریم، دل ما میشه سواد یاد بگیریم. او هم گریه میکنه من مدیرم استازارم، اما ما خو نداریم. باز آیسته مدیر صاحب میگم که خیر است، بگذار که درس بخونه، بگذار که قرآن بفهمه. این یک درخت است. خداوند به ما و شما این حجهای معنوی را نصیب بگردانه. شیرین است برادرای محترم. مزه کردیم؟ ما که گفتم این تبلیغش بود، مزه کرد براتان ها؟ این تبلیغش بود، هنوز نکردین. اگر بکنین بگوین سبحان الله. بسیار شیرین است. یک کسی بوده به نام علی ابن موفق، حضرت امام غزالی رحمه الله نوشته میکنه، این روپا جمع کرد اول حج میره. باز از خانه همسایش بوی گوشت بریان آمد، بوی گوشت بریان. ولی این حضرت علی پول نداره، فکرتانو بیدید. اما از دراوش، از نو که دراوش جمع کرد، تاجر نیست، میخواه حج بره. باز زنش حامله دار است. مادرای ما میفهمند که حامله دارها را دلش به هر چیزی میوه و خوردنی و بویدنی میروه. کسایی که همسردار است میدانند و مادرها خوب میدانند. زن علی موفق گفت که از خانه همسایه بوی گوشت بریان میآید، اگر یک توته بخواین تق تق کنین. ولی دیگه پیسه نداره که تو بزنش همکاری کنه، فکرتان است. ولی عاشق بیت الله شریف است، الله همه تانه برسانه. و ایرم میگم والله یک بار حرمین شریفین ببینی، قبل از اینکه قصه رو برات بکنم، من هر طرف میگم برات، یک بار حرمین شریفین به چشم عشق یک بار ببینی، میگه خدایا هر بار من در حرمین شریفین باشم، بگوین الله اکبر. جای نزول وحی از سر صورت اون مردم از سنگ و چوب حرمین شریفین گویا صدای وحی میآید، بگوین الله اکبر. ولی تنین آواز دل فقیر همسایتم که از صدای حرمین شریفین نیست. هر طرف گل است، نباید به خاطر گرفتن یک گل از گل دیگری گذشت. و گل دیگر اصلا تعداد زیار دین ستیزانی که دین گریزانی که حجاج گرامی را از حج میمانند. چه میکنین؟ قاج رفته پولایتان به عربا میتین، عربا کارایشان جور شده از برکت پولای ما. اونا زیاد به پولای ما نیاز هم ندارن، که نفت دارن که بفروشن هرچه بخرج کنن میشن. ولی باز اگر گیرن پولای ما رو بگیرن، بخشش بگیرن، قربان حرمین شریفین شهر محمد مصطفی بلند بگوین صلی الله علیه وسلم. و برای همین حاجی حرم شریف میره که دلش سنگش نرم شود. بیای و پس به غریب کمک کن، بیای و به یتیم کمک کنه، ظالمتر نشوه، بیای و صادقتر شوه و عادلتر شوه و مهربانتر شوه. این حضرت علی ابن موفق یا محمد ابن موفق تک تک دروازه همسایه را صاحب همسایه برآمد. مردش خیریت جناب بزرگوار میشناخت، عالم مشهوری منطقه بود. 7-8-900 سال پیش این قصه گذشته. جالب بود که من این قصه را کرده بودم در عرفات شریف در اونجا. باز یک مولوی صاحب انتقاد کرد، گفت شما خودتون گفتین که این تو همین قصه را فکر کرده که سر من شده. نه مولوی صاحب بزرگواری را ما از اون مبارک نقل کردیم. ایره مردم تهمت میکنن که ما با خود گفتیم. نه ما چی هستیم؟ ای حضرت علی موفق قصه بالای شنین آمده. خب خیر ببینی به ما گفتن که خود از این همین رقم شده و از برکت ما عجی مردم قبول شده باشه. ای تو گفته باشون، ای تو نگفتیم ما، او از برکت او خادم قبول شده. ولی قصه جالب است. گفت که صاحب گریه کرد. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت این گوشت که ما بریان کردیم برای شما حرام است. گفت عجیب است، یک چیز به تو حلال به من حرام؟ گفت ولی شریعت غرای محمدی علیه السلام در صورت ضرورت یک کسی که بیمیره یک چند لقمه اجازه نکرده.
گفت اجازه کرده. گفت ما از گشنگی میمردیم، گوشت سگ بریان کردیم یک دو سه تا با تفلکای ما میمرد از گرسنگی. حج میره نه فکرتان است؟ از گرسنگی میمیریم، گوشت سگ توته کردیم. شما خوخه گرسنه نیستین، برای شما حرام است. علی موفق گریه کرد و آمد و زنش گفت گریه میکنین؟ گوشت ناوردین. دیگه گریهش بالا رفت. ای مبارک گریه میکنین؟ ولی ها. گفت همون پولی که به حج نمانده بودم چی کردی؟ گفت پشت خانه دفنش کردیم، گورش کرد. گفت همه رو بکش. آورد او به خانه همسایه داد، بگوین الله اکبر. بعد رفت و سر جای نماز استاد. خدایا دیگه حج مرا قبول کن. من حج کردم. معشوق تو همسایه دیوار به دیوار، در بادیه سرگشته شما در چی هوایید؟ بس حاجی صاحب رفتن حجندی والا. حضرت علی محمد ابن موفق یا علی ابن موفق دو روایت آمده شما حج نمیرین؟ گفت که ما نشد رفتن، ما نشد. خو اینا رفتن تا طواف هستن، این مبارک در اوجه میبینن، ذهنش خیالن روحن. یا الله این آدم خو نامده بود. باز در صفا و مروه هستن در اوجه میبینن، در عرفات هستن در اوجه میبینن، در مزدلفه هستن این مبارک در اوجه میبینن. بالاخره خواب یکی از بزرگواران میبره، خوابشان میبره. یک سفید دو تا سفید پوش میاد در خواب. امسال چند تا حجاج گرامی تشریف داشتن؟ 6 لک نفر. اون وقت 6 لک بوده، حالا 6 لک است ها، 6 لک در اون وقت 6 لک نفر. حاجی چند نفر قبول است؟ حاجی 6 نفر. از 6 لک نفر حاجی 6 نفر. خوی دیگرها چطور میشه؟ از برکت 6 نفر فرشته میگه این دیگرها هم خداوند مورد قبول قرار داده حجشانه، چون ذات مهربان است. فضایل حج از مولانا زکریا صاحب است، نوشته میکنه که یک حاجی بوده 70 سال حج رفته بوده. خداوند ما شما را 100 بار ببره. حضرت آدم علیه السلام 100 بار حج رفته، بگوین الله اکبر. امام ابو حنیفه صاحب 40 بار حج رفته. خداوند ما شما را هم 40 بار ببره. ولی حق غریب پایمال نکنیم، گاهی دست بیوزن را هم یتیم را هم بگیریم. متوجه هستین؟ و این مبارک فرشته گفت که حج 6 نفر و از برکت 6 نفر همه اینا. و حضرت مولانا زکریا صاحب در فضایلشان نوشته میکنه که 70 سال حج کرد و آنقدر حج خوب میکرد که هیچ کسی مثل او خوب طواف کرده حج کرده. در طواف یک قاعده است، خداوند شما را حج ببره. کوشش نکنید به خاطر عجل اسود مردم تیله کنین، او تو مردم میکنه. حضرت عمر صاحب رضی الله عنه دید که در نزدیک عجل اسود که رسید، مبارک قوی بود، نه همون تو که یک دست انداخت خودم عجل اسود رساند. رسول الله از پشت سر دید، بگوین الله اکبر. گفت یا عمر اینجا ضعیفا هست، اطفال است، زنان است، مردان ریش سفید است. اگر توی تو تلاش کنی و پیش بری خو حق دیگران تلف میشه. حضرت عمر خدا پس گرفت، بگوین الله اکبر. و هر باری که عمر فاروق به حجر میرسید میگفت ای حجر یک سنگ بیش نیستی، ولی چون دیدم که جناب محمد مصطفی علیه السلام تو را میبوسید، من تو را میبوسم. خداوند به شما هم بوسی حجر نصیب کنه. و در اونجا هم همی حجای دیگه که در افغانستان همی غریب و فقیر کس در اونجا بین حاجی ها پیدا میشه. این تو حاجی اصلا خوردن نداره، به ما عشق حج آمدن اونجا همکاری کو به همراهش. وقتی که به حجر اسود رسیدم شخصا خودم چندین بار رسیدیم، بسیار با آسانی رسیدیم بدون زیاد تلاش. اما تو خدا انداختیم در مصاف. یک وقت دیدیم که سری حیات الدین مولا امام شماست در درون حجر اسود. باور کنین الله شاهد است، حجر و مدر یاد ما رفت. فقط این موضوع به یاد ما آمد که جاهای لبای محمد مصطفی هست صلی الله علیه و جای دهن رسول کریم است. 2 3 4 5 6 7 بوسیدم حجر اسود، جای دهن مبارک رسول خدا. باز پشتر آدم میزنن، خیستم باز دست از او آدم هم یک ماچ کردم، تو یکی دیگه هم بزن. باز پرواز کردیم، تو مجبور دیگه چاره نیست، و شما که رفته باشید میفهمین. باز خداوند شما را برسانه، بار بار برسانه. اما فکر نکنین همه فضایل اونجا هست. اینجا بسیار فضایل بزرگ و بیشمار زیادی موجود است که
خداوند همه چیز در یک جای نمیته، چون او عادل است. عربا میگه که سوزی که شما افغانی ها و سوریوی ها و فلسطینی ها دارین، میگه ما عربا نداریم، دعا میخواین از شما، چون همه چیز خداوند نمیته به یک مردم. میگه عشق و درد و سوزی که تو داری ما نداریم. همین حاجی که میرسه به مکه شریف، بیت الله نه، به مکه، تعمیر مکه را که میبینه، حاجی اگر عاشق باشه اشکاش میریزه. درختای مدینه را که میبینه، ناخودآگاه میگه اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه. به دروازه ملک عبدالعزیز و فلان که میرسه، هنوز داخل مطاف نشده، اشکای چالان میشه. یک کافر روسی دو پار سال آمده بود، مخفی پاسپورت ویزا کرده به نام اسلام، به تمسخر، به فیلمبرداری، به فیلمسازی، به صحنه سازی. وقتی که دمی ملک عبدالعزیز دروازه شما را خداوند برسان، دمیجا میرسه دیگه، بی خود میشه، میگه شهادت میتم که لا اله الا الله محمد رسول خداست. حج نمونه اتحاد مسلمان ها، عرب و عجم همه به یک آواز چی میگن؟ لبیک اللهم لبیک، ای الله قدرت من توستی، ما فقط بندی توستیم و به خدمت تو هستیم، بگوین الله اکبر. ای دنیا را ترسانده شسلگی حاجی سفید پوش در اون روز که میبینه هیچ معبدی چنین عابد نداره، هیچ کلیسایی از مسیحی ها و یهودی ها به این قسم تجمع در دنیا نیست، به هیچ دین جز دین محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. اما تنها همه خوبی ها در اونجا منحصر نیست. علی موفق را در اونجا خواب میبینه، گفت که 6 نفر قبول است. این همه حاجی صاحبا را به خاطر حج یک کسی که علی ابن موفق نام داره، خداوند حجش قبول کرده. همون کسی که نامده و به غریب کمک کرده. حج همه حجاج گرامی، از برکت حج کسی که در افغانستان حج کرده، حجش قبول شده. اینا دیگه پایان میرن، بالا میرن، این مبارک میپالن، اج نیافتن. بالاخره آمدن در بغداد، به پشت خانهش تق تق زدن، از خانه برآمد، در بغل گرفتن. شما در کدام اتاق بودین؟ کدام اتاق؟ شما در کدام سی حرم بودین که ما شما را ندیدیم؟ آجایی که ندیدم. شما در عرفات در کدام زیر درخت بودین؟ و خیمه نبود. در کدام زیر درخت بودین؟ حاجی صاحبا صدا میکرد، مخچندین بو رفتیم، خداوند باز ببره. امی پکر چرا گل کردین؟ امی برقا چرا رفتم؟ میگه وای وای حاجی صاحب، رسول ما محمد مصطفی علیه السلام در سر سنگ داغ حج کرده، در ریگ بیابان حج کرده، نه خیمه نبود و نه آبی و نه نانی، حتی نانی درستی. بخ کجا بود؟ حاجی صاحب دفتن پککی از زیر پکک کمی دور که میشه و حاجی دیگر تیلا میکنه، پشو اینجا جای ماست. لا اله الا الله. خداوند شما را حاجی بگردانه، خو حاجی بگردانه، حاجی واقعی بگردانه. آمین بگوید برادرای محترم. چرا محمد مصطفی علیه السلام میگه کسی که حج کرده و گناه نکرده در حج، رجع کیوم ولدته امه، حدیث صحیح بخاری، مثل که از مادر نو تولد شده. همه صغیره هایش پاک میشه، کبیرش به توبه پاک میشه. حق بنده را باید از بنده بخشش بخواید، در غیر از او به حج هم پاک نمیشه. گرچه یک روایت است که در مزدلفه شریف حضرت محمد مصطفی علیه السلام دعا کرد که پروردگار حق بنده را همیشه مورد بخشش قرار بده، خداوند قبول کرد. بگوین الله اکبر. ولی یک حق بنده ای که لایق یک کم و بیش باشه دیگه، یک کم کم هر کدام ما شما حق بنده داریم. اونایی که نصف ملت خونش خورده باشن و مالشان و پولشان 100 بار که برند و بیاین، خر عیسی که به مکه برند و چون بیاین هنوز نقطه 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 باشد. خداوند ما شما را اهل حرمین شریفین بگردانه. دروازه را که باز کردن گفتن من حج نرفته بودم، شما را در عرفات دیدیم، در مزدلفه دیدیم، در مطاف دیدیم، بالاخره ملائکه ها را خواب دیدیم که حج همه حجاج با برکت حج شما قبول شد. شما چه کار کردی ای حاجی؟ پسر که پیشتر گفتم تکرار نمی کنم، او را گفت خداوند ما شما را حج نصیب بکنه. گاهی وقت شفاخانه ها بریم، گاهی وقت بندی خانه ها بریم، هستن کسایی که لایق زورم با اونا همکاری کنیم. این در شفاخانه ما یک 2-3 هفته پیش یک مادر در بیرون شفاخانه تولد داد.
چه جواب میتن مسئولین؟ چه جواب میتن؟ دکتر، مولوی، کلانتر، وکیل، والی، قماندان، وزیر، رئیس جمهور، همه مسئول است. دنیا تیر میشه، دنیا کشتگاه آخرت است. بیاین که باغ بسازیم این دنیا را با دین عمل کردن ما و تقوا کردن ما و تعصی از سنت جناب محمد مصطفی صلی الله علیه. ای برادرای محترم، من هنوز میگم شما شنیدین؟ آیا مزه کردین یا نه؟ اگر کردین دست راستان بالا کنین، یعنی پایان کنین، خیر ببینین. گفتن و شنیدن علیحده است، کردن بسیار مزه داره. عمل کردنش، از گفتنش کرده، از شنیدنش کرده مزه داره. هر کدامش که میکنین، یا همگیش میکنین یا یک تعدادش میکنین، خوب بکنین. بعضی مردم های امروز هست که یک گروپ دیگر میگه تو جنتی نیستی. این تو نیست. یک کسی حافظ قرآن هست، مولا نیست، اما قطعا نیست که حافظ شود. مولا برش میگه که تو حافظ هستی، مولا خو نیستی. تشویقش کو که حافظ است. یک کسی مولا است، حافظ نیست، قاری نیست، تجوید درست نمیفهم. چه میگه؟ مولا آدم از قرآن صحیح یاد نداره. یک کسی صوفی است، ذکر تو ذکر میکنه، بریان میشه به عشق الله، عالم نیست. گمش که صوفی مولا نیست. یک کسی تبلیغ میکنه، علی دعوت است، به نام خدا میره و مردم میفهمانه. رب نکو هیچ کدام میشه. یک کسی جهاد میکنه، یک کسی تعلیف میکنه. او روز یک کسی صوفی به دستایش است، چی میکنه؟ مسجد به مسجد میگرده و شیشه های مساجد رسول خدا را پاک میکنه. بگوین صلی الله علیه وسلم. این یک طرف کسایی است که در ایجاده ها میگردن از شاروالی نه سرکا را که پاک میکنن. اینا نه. من یک روز یک کس را دیدم که فی سبیل الله بیل دستش همین جایای شهر ما را پاک میکنه. بگوین الله اکبر. خداوند گفته این الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. ما پاک کننده را گفته دوست دارم. پاک میکنه شهرش خانهش است. اینه، یعنی رنگارنگ است باغها، نیالها، درختها. بکنیم. تنها نگوییم، تنها نشنویم. بیاین یک امتحان کنیم که آیا لذت داره یا نه، آیا مزه داره یا نه، آیا شیرین میشه یا نه، آیا کارهای ما جور میشه یا نه. ثواب خدا داره و داره، جنت خو میری انشاءالله، وعده خدا حق است. یک کسی یک تعمیر کلان جور کرده بود، یک مولوی گذشت عالم دین. ای تعمیر ماشاءالله چند منزل جور کردی؟ برای دنیا جور کردی؟ با آخرت چی چند تعمیر جور کردی؟ گفت هیچ. آخرت خو یک نام است دیگه. این جوان گفت آخرت، جنت. ملا صاحبا میگن دیگه جنت. با خدا عقیده مردم خراب شده برادرای محترم. خدا شما را از اون مردم ها بی دین ستیز و دین گریز نگردانه که به خاطر یک عمل دیگه عمل رد نکنیم. اج نرو غریبا را کمک کو، اشتباه فتوا. اج هم برو غریبم کمک کو. بچه ما توی کنم یا اج برو؟ من مجبورم بچه تا توی کو. چطور؟ جا نماز نتی، خیرات نکو، بچه تا توی کو. بچه تا عروسی کو، نکو 100 نفر خبر، 20 نفر خبر. که هم اج رفتیم بچه تا عروسی کردیم. یعنی میخواه که به خاطر یک عمل دیگه عمل کنسل کنی؟ نه برادر. ما قوی ترین مخلوق هستیم، ما انسان هستیم. ولقد کرمنا بنی آدم. آسمان بار امانت نتوانست کشید، آسمان بار امانت نتوانست کشید. قرعه فال به نام من دیوانه زدن. حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمود در روز قیامت نمازخانه از دروازه نمازخانه جنت میره، روزگیرا از دروازه ریان، مجاهدین از دروازه جهاد، ذاکرین از دروازه ذکر. دروازه زیادی است. ابوبکر صدیق گریه کرد. او حوصله را ببینین، همت را ببینین. ابوبکر صدیق گفت یا پیغمبر علیه السلام گریه میکنی؟ گفت یا رسول الله تو نمیشه که آدم از همه دروازه ها بره بگوین الله اکبر؟ گفت میشه. هر عملی که کنی از همه دروازه ها میری بگوین باز الله اکبر. ما هم انشاءالله میخوایم از هر دروازه‌ای که خیر است بریم به طرف محمد مصطفی علیه السلام و جنتی که رسول الله علیه السلام برای ما و شما وعده کرده. لایق زور ما، لایق توان ما. روزه نگرفتیم ما و شما الحمدلله بگویم. نماز نخواندیم الحمدلله. پولدار باشیم زکات نمیتیم
میتیم. صالحین میتن، الحمدلله. پولدار باشیم حج نمیریم، میریم الحمدلله. غریب بیچاره کمک نکردیم، لایق زور میکنیم الحمدلله. قرآن نمیخونیم گاهی وقت، یعنی کردیم این کارا را، ذکر نکردیم الحمدلله. خیلی دروغ و غیبت و رشوت و سود انشاءالله شما مردم دور باشه و از ما مردم دور باشه. وقتی ما برادرای محترم پوره شد، آیا گفتم میتونیم که عنوان امروز ما چی بود؟ بله؟ از هر چمن سمنی. هنوز بسیار گلای مان. در مورد تقوا ایش نگفتیم، چون یک جمعه در مورد تقوا گفته بودیم. در مورد اخلاق ایش نگفتیم، یک جمعه گفته بودیم. در مورد یاد مرگ نگفتیم، خودتان متوجه باشین. یاد مرگ، الله اکبر. حضرت اسرائیل صاحب هیچ خبر نمیکنه، میایه و رفیق خودم میبره که میبره. خداوند ما شما را اهل جنت بگردانه. یعنی زیاد همه ثواب ها، هر ثواب یک درخت است، خداوند برای ما شما نصیب کنه. اما درخت بیمیوه نگاه نکنیم، درخت خارایش قطع بکنیم، درخت زیر آفتاب استاد کنیم، یعنی نور بتیم، درخت را آب بتیم، درخت را پاسداری کنیم، درخت را خبرداری کنیم. و اگر نه حضرت محمد مصطفی علیه السلام می فرمایند که بعضی ثواب گناه ها ثوابا را پاک میکنه. مثلا کسی که در مسجد سخن دنیا را میگه گناهش ثوابایش پاک میکنه. مثلا کسی که حسد میکنه، بخیلی میکنه با یک برادر، جناب رسول الله السلام میگه مثل که آتش چوب خشک چه قسم در میته، همه قسم ثوابایت در میته، پاک میکنه. خداوند ما شما این گونه نسازه. یعنی از آفت ها عملای خدا، درختای خدا، ثوابای خدا نگاه کنیم. و آخرین موردی که میگم براتون حدیث صحیح بخاری شریف، حضرت محمد مصطفی علیه السلام میفرمایند بهترین عمل ای است که کم بکنی دائمی بکنی، کم بکنی دائمی. یک جمعه عنوان داشت میارتان است، رهروان نیست که گه تند و گهی خسته رود. عنوان ما بود، رهروان نیست که گه تند و در رمضان تو مسلمان میشه، باز بی رمضان خسته میشه از عبادت. رهروان نیست که گه تند و در حج خوب تند در عبادت، از حج که می باز یک ماه دیگه هم خوب است، یک سال دیگه باز پس بد میشه. رهروان نیست که گه تند و گهی خسته رود. روز جمعه که آمدم، روز جمعه خوب است، شنبه تا نصف روز خوب است، باز یک شنبه اینو تبلیغ روز جمعه یادش میره. رهروان نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهروان است که آهسته و پیوسته رود. روز یک صفحه قرآن بخوان، خو هر روز بخوان. روز 100 بار سبحان الله بگو، خو هر روز بگو. روز 2 رکعت بر از فرض نفل بخوان، خو هر روز بخوان. یک روز 20 رکعت، 6 رکعت اوابین و 8 رکعت اشراق و کلش میخونه، یک روز دیگه ایش نمیخونه، فرض هم نمیخونه، سنت هم دیگه روز باز نمیخونه. نه برادر محترم، نه خواهر گرامی، بیاین که از این افراطیت بگذریم، چون دین ما دین اعتدال و برابری و آهستگی است. خداوند ما و شما را انشاءالله موفق بگردانه. عنوان مایی بود که هزار چمن سمنی، هزار باغ یک درختی را گفتیم. خداوند ما و شما را اهل این درختها بگردانه. و یکی از این درختها دعا است که اینال نوبت رسید. ببینید بیت المقدس هیچ امکان نداشت که باز شود. بیت المقدس اسرائیل علیه اللعنه، اسرائیل امروزی را میگیم، یک اسرائیل است که حضرت یعقوب علیه السلام است و علیه السلام است. یک اسرائیلی ها امروزی است، یهودی ها. این بدبخت ها گرفته بودن و حتی مسلمان ها را شهید کردن چندین نفره، اما تیر دعا به هدف رسید. بگوین الله اکبر. مردم فلسطین بلک ها نفر به جاده ها ریختن و پشت دروازه بسته بیت المقدس استادن، زن و مرد، پیر و جوان، اطفال، و دست بالا کردن. و عربی را که شما میفهمیدین، شما یک بار گوش بکن چی دعایی میکرد که دلتان تک تک میکرد دعایشان. میگه بابا پروردگار ما خوب بیچاره هستیم، اما تو را خود داریم، چطور دروازه خانه تا بسته کردی؟ او پروردگار میبینی ما را با مرمی میزنن و تو چیزی برشان نمیگی؟ دیروز بیت المقدس دروازه‌اش با نعره های الله اکبر باز شد. بگوین الله اکبر. خداوند هر جای ظالم از شکست بده و نابود کنه. شما آمین یا رب العالمین بگوین. حتی یک دخترک 9 ساله فلسطینی دیدم که انگشتای خود بالا کرد، گفت شما مغلوب هستین، ما غالب هستیم، شما شکست میخورید. او وقتی که شکست نخورده بودن گفت ما قوی هستیم، زیرا شما خدا ندارین، مشرک هستین، ما الله داریم. بگوین الله اکبر.
وقت صدای گیرای 9 ساله خواهر ما را از فلسطین میشنید قلب تاب میکرد. مایوس نشدیم، مایوس نشدن، دروازه ها باز شد و خوشا به حال اون مسلمانایی که غیرت کردن. اقلا سفارت اسرائیل و بعض کشورهای اسلامی مثل ترکیه بسته کرد. به افتخارش بگوین الله اکبر. گفتا مادامی که دروازه خانه خدا را باز نکنید دروازه بسته است. ما شما بیخی کافر پرست در رفتیم ولی او هم که غیرت کرد بگوین الله اکبر. یک شیخ عرب چی میگه نامش نمیگن ولی این آرزو را از او من نداشتم. یک شیخ کلان عرب از خود سعودی که این آرزو رو من از او نداشتم. ترک بخیزه بکنه و غیرت عرب نکنه. عرب جایی که محمد مصطفی از بیرون شده بگوین صلی الله علیه وسلم. میفهمی شیخ عالم عرب کلان عرب چی گفت؟ گفت این مسئله فلسطین اسرائیل مسئله شخصی دو کشور است، ما به این غرض نداره. وای وای به غیرت جان، استغفر الله. خدا به ما شما غیرت نصیب بکنه. باید همه مسلمان ها به پا برمیخواستند و از حریم مقدس بیت المقدس قبلی ما و شما بود دفاع میکردن که بعضی ها نکردن و بعضی ها کردن. خداوند به برکت هم و بعض ما و شما به همت ها را مورد بخشش قرار بده. الله غیرت اسلامی که غیرت و دعوت و جهاد هم گفتیم یکی از درختای که در باغ هست. خداوند برای ما و شما نصیب بکنه ان شاء الله. شما رو به خدای پاک میسپارم. خدا کنه که از این درخت‌ها ان شاء الله شما دارین، آبش بتین، اخلاصش بتین با آب اخلاص، یعنی یک کمی نماز درست، قرآن درست، ذکر درست، حج و قربانی میکنیم اخلاص باشه، از لقمه حلال باشه. کمی کارهایی که خوبی که میکنیم کمی توجه بکنیم، کمی به خاطری کی است، به خاطر چی است. یا وقتی که میریم به خیر حج خداوند ببر حاجی صاحبای ما را حجشان قبول بکنه، پس بیاره. هر حاجی که میرم من برش میگم که دعا که ما موجه بیایم. کسی که پولیم باشه به خنده میگیره که من پیسه دارم و نه نام ثبت نام کردیم، ولی قدرت خدا را ما دیدیم چندین بار الحمدلله. هر حاجی که میرم اونجا اجابت دعاست، دعا که من این سال خداوند اونجا برسونه و شما هم دعا بکنید آمین بگوید. ما قدرت دیدیم، قدرت الله را بار بار ببینید، مظهر قدرت خداوند شوید. تنها همه چیز با قدرت و با پول نیست، با ثبت نام و قرآن اندازی همه چیز نیست. وقتی الله خواست هر چیزی برات عنایت میکنه بگوین آمین یا رب العالمین. باز پس که آمدن حجاج گرامی، یک خواهش از تعمیرهای مکه برای ما قصه نکنن. تعمیرهای مکه بسیار خوبیش است. هی تو بلند منزل است که توبه، از گریه‌ای که کردی، از توبه‌ای که کردی، از اشکی که ریختاندی، از طوافی که کردی، از عرفاتی که استادی، از اسراری که دیدی، از حکمتی که درک کردی بر ما بگو که ما هم تشویق شیم به حرمین شریفین و به شعائر اسلامی ما. ایو یک بزرگوار پرسان کرده بودن که چطور بود اوجا؟ گفته خدا دشمن تو به اوجا نبره. این تو یک جای گرمی است که غیری که در موتر در یخ میکی زیر خانه های خانه خدا جان او به زبان خود همین تو یخ است. بیرون که برای وی بیادر جان دوزخ است. دوزخ استغفر الله. مکه شریف میتونی دوزخ بگویی؟ سرزمین وحیه. حضرت علی میگه که از سنگهای مکه میگذشتم، از سنگ صدا می برآمد به حضور محمد مصطفی که السلام علیک یا رسول الله. مکه مدینه، وقتی شما در بین مکه و مدینه باشین در خیالی غرق میشین در بدر و احد و حنین. شما وقتی غار ثور حرا میرین سبحان الله، الله شما را برسانه. ای صاحب کارای عجیب همو جمع میکنه. پشت که من نماز میخوانم چی نمازی هم میخوانم ترپ ترپ. او بچه چی گفت است؟ اول نماز خو واجب نیست، دور بیش سر کو، کیف کو، مزه کو. جای تاریخی سردار طبیبی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. باز مربای بیچاره صدا میکنه گوش نرین. میفهمه که اینا اینطور شان مردم از دیگه این تو کارا میکنه، چیغ میزنن، جنگ میکنن. با خدا مشت ما گرفت، همین تو بزنم نوبت مرا گرفتی. لا اله الا الله. یک مولوی صاحب معلم او سال از میخنه جگوجی صاحب محترم و مبارک گرفت. وای وای گفتم بزرگوار. باز یک آمریکایی که نه مسلمان شده بود، ما در غار حرا بودیم، پرسید چی میگه؟ پلیس بی کوایت. پلیس بی کوایت. لطفاً کوایت کنین، خاموش باشین، ساکت کنین. با انگلیس ما کم کم میفهم فیصدی که اینجا سرزمین وحی است. در اینجا سردار ما محمد مصطفی الله اکبر خانمی با حجاب داشت که سبحان الله چنان حجابی که در افغانستان مجاهد نشین کم است. شاید خواهران و دختران بعضی از جهادی های ما همون قسم جهاد حجاب نداشته باشد که او دختر امریکایی داشت. بگوین الله اکبر. رویش پود بود، میفهمین؟ دست پوشک سیاه داشت،
جناب سیادش او چی میگه؟ خودت پلیس بکوید، چون بیشی حال مردم نمیفهمه چی میگه ایمان به اینا میراثی آمده، تو میفهمی اینا مسلمان شدنه. خدا به ما شما این قسم نگردانه، ایمان حقیقی رو نصیب ما بکنه. وقت دعا هم تیر شد، همگی تانه به الله پاک میسپارم و ازم زیر دلم براتون دعا میکنم که از این درختها خوب بشانین بخیر میشه. الله براتون توفیق بده. این دعا رو میفهمین که به خاطر چی میکنم؟ از شما هم توقع دعا دارم و باز من اینجا تعلیم میکنم، نه تعداد شما زیاد است، ازم زیر دلکتان یک دعا کنین برای من که ای خدایا همین آدم اول بندی واقعیت بساز. فقط یک دعا مسلمان ما کن. مسلمان هستیم، اون مسلمانی که تو در قرآن میگی ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ای تو مسلمانی که محمد مصطفی علیه السلام میگه المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان خوب شرایط داره، مسلمان کسی است که اخلاق داره، تقوا داره، وحشت و بربریت خلق نمیکنه، بلکه اتفاق و محبت و عشق در قلبای مردم میکاره. این معنای مسلمانی است و دعا میکنم که خداوند شما را مسلمانای واقعی بگردانه و ما را مسلمانای واقعی بگردانه. روزی که از عرفات و مزدلفه و سیطان زن و صاحبا میرن بسته همه شهر مکه را اینا کثیف بزنن، همه قدر قوطی مندازن. این معنای مسلمانی ماست. اگه فکر کنید شما ایوازی که ما یک تاور داریم، یک تا اگر جایایی هست که ما در اونجا بندازیم و این شهر دیار خود ما و شما هم از شاروال شروع تا ملت هم علامتیم، باید تنظیف کنیم شهر خود پاک نگاه کنیم. آخر ما مسلمان هستیم، کافر سر ما میخنده به کارهای ما که ببینن. اگر همین ما نظافت خدا، نزاکت خدا بفهمیم، اخلاق و تقوای خدا بدانیم، به طریق و چریک گپ نیست. همه دنیا میگن لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آله و سلم.